استاد یک سوال داشتم درباره یک شخصیتی که در بین مردم شهرت داره و گفتی گپی روسا که افطاریته داره. دین اسلام خوش رو میفهمه بسیار چه خیلی رکنهای اسلام همش رعایت میکنه و همین شخص از شخصان پشتیبانی میکنه که او شخص ها فسق و فساد در بین مردم چی میکنن، پهن میکنن، تو است مواد مخدر میفروشن، همین چیزهایی که مردم مسلمان رو بسیار زلالش میرسونه. و همین شخصی که گفتم که افطاریته داره همین شخص ها پشتیبانی میکنه. همین شخص که ما سلام علیکم رفت آمد کنیم نکنیم، همین شخصی علمدار کتی همین شخصی که بسیار نصیحت میکنه، یک گپای میگه که تمام کار گیرم پرتم ایدمش کردم. وقتی که میفهمی که خیلی رفتار میکنه پشتی خیلی آدم گاو میزنه حیران میشی. به هر حال برادر مادامی که علاقه دارید انصر اخاک ظالما او مظلوما، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که برادرت را یاری ده در حالتی که ظالم است و در حالتی که مظلوم است. صحابه ها پرسیدند که یا رسول الله خیلی مظلوم یاری میدهیم، ظالمه چه خیلی یاری کنیم؟ گفتند که ظالم از ظلم نگاه دارید. مثلا گویید که آخه شما یا نوع یعنی علمی شریعت دارید، لیکن برای چی شما شخصانی فاجر و فاسق رو مثلا تعریف و توصیف میکنید؟ گفته در تنهایی اینه که نصیحت اینه که فقط دامولا و علمدار برای مردم کند. شما هم نصیحت کردن حق دارید، از خودتون کلانه، از خودتون علمدارتره، فقط آداب کتی، آداب آدمی علمدار، آدمی با آبرو مکانت داره، یعنی تحقیر کردن نمیشه. ما یگان کس حرکت کرده بحسب امرئ من الشر یعنی احقیر اخاه المسلم. پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتن که برای آدم بد بودنش کفایه است که برادری مسلمانش تحقیر کنه. تحقیر یعنی پس زند، نه با نیت نیک نصیحت. پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتن که برای امام های مسلمان ها و برای عامتهم، برای عموم مسلمان ها هم نصیحت کردن نکن، برای امام ها هم پیشواها هم علمدار باشدم. فقط اسلوبش است. استاد خطا کرد، عالم خطا کرد، علمدار خطا کرد، چه خیل کرد؟ ای حضرت شما خطا کردید نیو؟ همچه شما همه خیل گفتید و برای ما اشکال شد، یعنی نافهمه شد که یعنی در یک جای شریعت این خیل گفته بودید، اینجاش برای ضدی خودتون گپ زدید یا ما خطا فهمیدیم. همه خیلی سوال میتید و این چنین میگوید که یا اگر مثال خطاگی معلوم باشد نصیحت میکنید که حضرت آخر شما آدمای تعریف دارید که اونا ضد اسلام کار برده ایستادیان، اسلام حقارت دارن، شما اونهای تعریف دارید. یعنی که این چه خیل میشه؟ گفت که خیلی من مجبورم، اگر من همین کار نکنم من زندانی میکنم یا این یا آن. یعنی که میگوید یا اینکه یگان دلیل میبیارد. بینید یعنی به هر حال یه بار به نصیحت کردن در کار، یادآوری کردن در کار، چون که وای آدم که برای شما نیکی کرد، شریعت رسانید، شما هم نیکی کنید، شما هم از شریعت و آگاه کنید و هم یعنی که معصوم نیست، خطا کردنش هست. نصیحت کردن در کار. اگر نصیحت نکنید یعنی اوی هم فکر میکند که کارش تغری هست. و هر حال وقتی که شما بیان میکنید که این کارت خطا هست، اون آدم بگذار در روتون خودش سفید کند، ولی شاید در تنهایی یعنی فکر کند در این مسئله. بله. جزاک الله خیران استاد. یاکم سلامت باشید.